با یک بیت حضرت ابوالمعانی بیدیل می خواهیم امروز شما را مهمان کنیم. می گویند در این ویرانه تا کی خواهی احرام هوس بستن؟ جهان جای ندارد گر توانی در دل جا کن. خب تمام این دنیا را با این بزرگی حضرت بیدیل میگن این یک ویرانه هست. این دنیا اینقدر بزرگی نیست که انسان در آن گنجایش داشته باشد. جهان جای ندارد. این دنیا اینقدر بزرگ نیست. به این خاطر به ما مصلحت میدهند، میگن که ای انسان اگر تو میخواهی یک کار خوب بکنی، یک جای پیدا کنی، یک مقام امن و خوب، تو بهترش این کار را کن. جهان جای ندارد گر توانی در دل جا کن. تو کوشش کن با محبت، با کارهای خوب، با سخن خوب، با عملهایت در قلب انسانها جایگیر شوی. این است میگویند کار خوب. به این خاطر عزیزان جهان جای ندارد گر توانی در دل جا کن.